سلام چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه زیر بارون شدید شدی ها. همین الان اومدم در حد خیلی کوتاه مثلا چند دقیقه بگم که برای حال خوب خودتون منتظر اتفاقات عجیب و غیر منتظره و گرون و نمیدونم هزینه بر و سخت و اینه اینقدر نباشین. ببین حال خوب رایگان خیلی خیلی زیاده تو دنیا، خیلی واقعا اگه آدم بخواد خودش حال خودش رو خوب کنه و با استفاده از نعمتایی که خدا داده. یعنی من ویدیو شروع کردم یکی برای اون موقع من نیم ساعت اینجا یعنی من نیم ساعته نشستم اینجا یک نفر رد نشد تا ویدیو شروع کردم یکی رد شد. کار خداست. بعد میخواستم بگم با خودشناسی در بیارین ویژگی هایی که بدون برداشت هزینه بتونی حالتو خوب کنی. مخصوصا این مورد توی طبیعت درمانی و استفاده از طبیعت خدا خیلی خیلی موثره. مثلا الان زیاد کسی تو خیابونا نیست، با اینکه بارون خیلی عالی داره میاد، خیلی هوای عجیب غریب خوبیه، خیلی هم معنوی هم حس حال خوب هم کلا خیلی هوای عجیبی دیگه. میدونیم بارون چه شکلیه، اما کسی نمیاد بیرون، حال نداره. یعنی یک قدم برای حال خوب خودش حاضر نیست برداره. اما من با اینکه وسط کار مهمی بودم اما تا دیدم که هوا اینطوریه گفتم که باید الان من پاشم از این موقعیت استفاده کنم. اون حالت کمالگرایی کنار گذاشتم، گفتم حالا یک ساعت این ور اون ور، اونم تو همچین موقعیتی که من همیشه دوست داشتم که مثلا پاییز باشه، مدرسه نداشته باشم، امتحان نداشته باشم، دغدغه مشق و اینا نداشته باشم، پاشم برم بتابم توی زیر بارون و با یه هندزفری که تو گوشمه، با یه هندزفری و یه حالت تو خود بودن و حس حال خوب و رهایی. اما آدما اینم از خودشون دریغ میکنن و فکر میکنن مؤثر نیست، در صورتی که اگه واقعا با تمام وجود آدم بخواد کاری انجام بده انجامش میده. من که پا شدم اومدم واقعا از همون اولش خیلی حس خوبی داشتم و سعی کردم که از انرژی بارون، از حال و هوای بارون استفاده کنم و بتونم یه مغزم تنفس کنه، نفس بکشه و واقعا کیف کنه و لذت بارون ببره. و واقعا بارونم چون که رحمت خداست، واقعا وقتی زیرش را، حالا نمیگم زیرش را بری بدین لباس سرمو بخوری بعد بخشی، نه، خوب بپوشین آقا، یه قدم بریم بزنین، یه خورده تأمل کنین، فکر کنین، روحتون رو رها کنین، آزاد کنین، هیچ نیست اینجا. و وقتی هم مثلا ویدیو رو بگیرن گفتم آقا حالا که نورش خیلی خوب نیست، حالا میخوام توی یوتیوب بذارم، گفتم آقا بی خیال پرفکشنیسم و کمالگرایی بی خیالشو کنین. واقعا حس حال فوق العاده ای دارم الان و گفتم که بیام بگم حتما اگه توی منطقتون، توی شهرتون بارون میاد، برین زیر بارون برین با چتر و پیاده راه برین، ترجیحاً تنهایی باشه، بیشتر میتونین کیف کنین و خودتون استفاده کنین، فکر کنین، از خدا شکرگزاری کنین، نمیدونم نعمت خوبتون رو تو ذهنتون بیارید و واقعا با خدا کیف کنین زیر بارون. واقعا نعمت خداست و استفاده کنین. ولی خیلی بلد نیستن از این حال خوب استفاده کنن. خیلی دلی حرف زدم و خواستم بدونیم که حال خوب واقعی تو همین روزمرگی هست که آدم جدیش نمیگیره. اگه همین چیزای کوچیکو ما جدی بگیریم واقعا کیفیت حال خوبمون رو میتونیم بالاتر ببریم و از افسردگی، از بی حال خودمون رو نجات بدیم. هرچند که من دارم واقعا دیگه یخ میکنم، هوا هم با اینکه یک ساعت دیگه شب میشه اما داره خیلی تاریک میشه. داره واقعا این دادم چقدر بارون میاد، واقعا چقدر کیف داره، خیلی کیف داره، واقعا کیف داره. بدون میکروفون، بدون نور، واقعا دلی اومدم، واقعا دلم نمیخواد الان برم خونه، یه خورده وقتی باید بشینم چون واقعا خیلی هوای فوق العاده. می‌بینی مه عجیبی هم هست و این مه اینجا مه عجیبیه و حس حال آدم خوب میشه باشه.
ببینید